وحشی اصلا در جا حمله میکنه. ولی وقتی مریضه چند روز هیچی نخورده، گوشت خام که دیگه فیوریتشه بذارین جلوش، لب نمیزنه، آب میخوره، فقط آب میخوره. بعضی وقتا یه روز، بعضی وقتا 2 روز، بعضی وقتا 3 روز، یه چند روزی فقط آب میخوره. هیچی نمیتونه به این سرعت بدن رو برگردونه. دلیلش چیه؟ سیستم گوارش وقتی خاموشه برای مدت طولانی، انرژی که صرف میشه برای این کوره اتمی، واقعا اتمیه ها، این انرژی صرف درمان میشه. اتوفاژی که عرض کردم خدمتتون که تازه از 12 ساعت به بالا فعالیتش افزایش پیدا میکنه، اتوفاژی از روز 3 بیداد میکنه. اون اسمایی که اینجا دیدین یکیشون دکتر آلن گولدهامر هست. آلن گولدهامر سال 1985 میلادی، یعنی 35 سال پیش درسش تموم میشه، یک کلینیکی رو راه اندازی میکنه به نام True North Health کلینیک در کالیفرنیا. هنوزم هست، 35 ساله هنوز هست. این فرد آلن گولدهامر برجسته ترین، پیشروترین، آگاه ترین، با تجربه ترین شخصی است در سیاره زمین که در رابطه با چله آب و روزه آب تحقیق کرده، کار کرده. روزه واقعی روزه 40 روزه است. 40 شبانه روز فرد هیچی نمیخوره، بعد از 40 شبانه روز افطار میکنه. به طرف میگیم 16 ساعت، میگیم 16 ساعت خیلی. نه بابا، اگه چی خیلی نیست. اگه 16 ساعت هیچی نخوریم هیچی نمیشه. واقعا هیچ اتفاقی نمیفته. من یه استادی داشتم به من میگفتش که تو پنجشنبه جمعه هیچی نخور.